فتاده تخت سنگ آن سویتر انگار کوهی بود و ما این سو نشسته خسته انبوهی. زن و مرد و جوان و پیر همه با یکدیگر پیوسته، لیک از پای و با زنجیر. اگر دل میکشیدت سوی دلخواهی، به سویش میتوانستی خزیدن، لیک تا آنجا که رخصت بود تا زنجیر. ندایی بود در رؤیای خوف و خستگی هامان و یا آوایی از جایی کجا هرگز نپرسیدی. چنین میگفت: فتاده تخت سنگ آن سوی و از پیشینیان پیری، بر او رازی نوشته از هر کس داغ هر کس جفت. چنین میگفت چندین بار صدا، وانگاه چون موجی که بگریزد ز خود در خاموشی میخفت. و ما چیزی نمیگفتی و ما تا مدتی چیزی نمیگفتی. پس از آن نیز تنها در نگه من بود، اگر گاهی گروهی شک و پرسش ایستاده بود. و دیگر سیل و خیل خستگی بود و فراموشی، و حتی در نگه من نیز خاموشی. و تخت سنگ آن سو افتاده بود. شبی که لعنت از مهتاب میبارید و پاهامان ورم میکرد و میخارید، یکی از ما که زنجیرش کمی سنگین تر از ما بود لعنت کرد گوشش را و نالان گفت باید رفت. و ما با خستگی گفتیم لعنت بیش بادا گوشمان را چشممان را نیز، باید رفت. و رفتیم و خزان رفتیم تا جایی که تخت سنگ اونجا بود. یکی از ما که زنجیرش رهاتر بود بالا رفت، آنگه خواند: کسی راز مرا داند، کسی راز مرا داند، که از این رو به آن رویم بگرداند. و ما با لذتی بیگانه این راز غبارآلود را مثل دعایی زیر لب تکرار کردیم. و شب شط جلیلی بود پرمهتاب. الا یک دو سه دیگر بار عرق ریزان عزا دشنام گاهی گریه هم کردی. الا یک دو سه زینسان بارها بسیار، که سنگین بود اما سخت شیرین بود پیرموزی. اما با آشناتر لذتی هم خسته هم خوشحال، ز شوق و شور مالامال. یکی از ما که زنجیرش سبکتر بود به جهد ما درودی گفت و بالا رفت. خط پوشیده را از خاک و گل بسترد و با خود
خواند و ما بیتاب. لبش را با زبان تر کرد، ما نیز چنان کردیم و ساکت ما. نگاهی کرد سوی ما، ساکت ما. دوباره خواند، خیره ماند، پنداری زبانش مرد. نگاهش را ربوده بود ناپیدای دوری. ما خروشیدیم بخوان. او همچنان خاموش. برای ما بخوان. خیره به ما ساکت نگاه میکرد. پس از لختی دستنایی که زنجیرش صدا میکرد فرود آمد. گرفتیمش که پنداری که میافتاد. چه خواندی هان؟ یکی داب دهانش را و گفت آرام. نوشته بود همان: کسی راز مرا داند که از این رو به آن روی بگرداند. نشستیم و به مهتاب و شب روشن نگه کردیم و شب شط علیلی